فنون خودش معیا کنه تقاضای اخطار برای کشتیگیر ما خدمتتون عرض کردم. عرف کشتی هست وقتی صدیق اول رو به باند آبی اخطار میدن، در وقت دوم صدیق واسی ببینیم که آیا جعفروفی که او هم در اجرای فن بارانداز، سالتو بارانداز تخصص و تبحر بالایی داره، بارانداز بیخی چطارت دو طرف خوب میزنه، میتونه روی اسماعیل ما به اجرا بذاره یا نه؟ سید اسماعیل تا این لحظه قرص محکم به تشک چسبیده، رو به جلو حرکت میکنه تا اینکه نتونه فنون خودشو به اجرا به دستار فیکس کنه، بازم چپ راست میکنه و میتونه دوباره دیگه سرپا بده. اعتقاده به سرپا میده. خیلی خطرناک بود خاک. همه رقبای خودش رو بارانداز کرده، اما سعید اسماعیل ما بارانداز نشد در مقابل این کشتیگیر. حالا یک بار دیگه در تلاش است تا اینکه بتونه کمرگیری خودش رو به اجرا بذاره، کمرگیری که به سبک حمید سوریان کمرگیری میکنه، یک دست میکنه از همونجا دستو میکشه، نشد کمرگیری میکنه، باز هم در تلاش است. اما جعفروف کاملا میدونه یک 2-1 از کشتی، 2-1 و خطرناک، هر لحظه ممکنه مثل مار زخمی نیش خودش رو بزنه و بتونه امتیاز بگیره. یک بار دیگه با دست و تا حریف با هم میزنه که خودش رو جمع جور میکنه. توانمند، بی جهت نبوده که همه جای دنیا مدال گرفته، دستانش خوب کار میکنه. سعید اسماعیلی تکنیکی کار میکنه، باز هم در تلاش میشه به کمرگیری یک راست و جعفروف، اما نمیتونه دستان پرتوان دلاور کشورمون، دلاور بختیاریمون عبور کنه. باز هم در تلاش است. ما 2 دست 1 دست تعداد زیاد از هم در دسفول اومدن بر منظر تلویزیون نگاه میکنن. به اون عزیزانم سلام عرض میکنیم، به دسفولی عزیز سلام عرض میکنیم، مدام که بتونه با یه پیروزی، با یه مدال طلا دل خوزستانیه و دسفولیا و بختیارا رو شاد کنه. این دلاور خوزستانی ما ثانیه پایانی هست، تقریبا 36 ثانیه، حالا 35 ثانیه، اما ثانیه ها به سختی برای ما سپری میشه. ثانیه هر کدومش یه ساعت سپری میشه. میزنه زیر کتفان سعید اسماعیلی، در اداره کشتی هم استاد است، یه قوس میکنه تا دور به هم میزنه تا اینکه آهنگ کشتی رو عوض کنه. 18 ثانیه وقت باقی مونده، 18 ثانیه با طلا فاصله داریم. 2-1 هست. میشینه برای کمرگیری، اینجا کارو نمیده بهش، میشینه برای کمرگیری، اینجا کارو نمیده بهش. باز هم در تلاش است. 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه. تمام. خدایا ممنونیم. یه طلای دیگه، 4 طلا، یه طلا دیگه میشه محمدی بگیره. خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان. مدال طلای سعید اسماعیلی رو به هموطنان عزیز، خوزستانی ها، دسفولی ها، بختیاری های عزیز تبریک میگیم. ای به نازمت کار بختیاری، چه دلاوری کردی. یه طلای دیگه تقدیم به ایرانیان عزیز. پرچم بالا، ایرانی بالا، ایران عزیز بالای بالا، بالای بالا. شعله از هر سو به بارت باز، من تا ابد پای تو میمانم. باید برای کهکشان نام تو پرچم زنم. باید برای کهکشان با نام تو پرچم زنم. مرد میشه با از بیرون اومد داخل زن. کابوس شب برهم زنم، هر دم خشم در هم زنم. ایسا سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ایسا سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. زمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو به بارد باز، من تا ابد پای تو میمانم.